تمرین دوم گفته اگر معادله اول دارای آلفا و بتا باشه چه معادله‌ای دارای قدر مطلق آلفا و قدر مطلق بتاست ریشه‌اش. خب جمع ریشه‌های معادله دوم رو حساب می‌کنیم، میشه منفی ب پریم بر روی آ پریم. خب چون آلفا و بتا منفی‌ان از قدر مطلق میتونن در آن یه منفی بهشون بدیم، یا اما آلفا و بتا چی ان؟ آلفا به علاوه بتا میشه منفی بی بر روی آ، بنابراین همین رو جایگذاری می‌کنیم، به این صورت در میاد. خب ضربشون چی؟ ضرب قدر مطلق آلفا در قدر مطلق بتا میشه قدر مطلق آلفا بتا. آلفا بتا چیه؟ سی آومه. بنابراین جایگذاری میکنیم. خب همینو اگه توی معادله اصلی جایگذاری کنیم به این صورت در میاد که چون تو گزینه ها نیست باید با استفاده از علامت ها سعی کنیم بهشون قدر مطلق بدیم. مثلا منفی بی روی آ که منفیه میتونم به بی آوم چون مثبتی قدر مطلق بدم به این صورت، یا سی آوم چون همیشه مثبته میتونم بهش قدر مطلق بدم و معادله اصلی به این صورت میاد و در میاد و گزینه 3 درسته.